12 قبیله، 12 سرنوشت. جنگ تازه شروع شده. سلام جنگ دوستا، من سینما، اینجا کانال نبردک. این سری قراره داستان عظیم توی جزیره با 12 قبیله مختلف رو دنبال کنیم. هر قبیله رهبر داره، نیرو داره و یه شعار خاصم داره. این ویدیو قراره همه این قبایل رو بهتون معرفی کنه. پس لایک یادت نره، ساب کن، زنگولش هم بزن که این داستان تازه شروعشه. تو این سری با 12 قبیله متفاوت داشته میشه و هر قبیله جای مخصوص خودش رو روی نقشه گوگل فایت داره. هر قبیله یه پایتخت و 2 شهر داره که منابع اصلیشون هستن. پایتخت هر روز 5000 نبرد پوینت و هر شهر 2000 نبرد پوینت تولید میکنه. نبرد پوینت همون واحد پول بازیه که قبیله ها باهاش نیرو میخرن و ازش برای نبرد استفاده میکنن. هر قبیله که همه شهر و پایتختاش رو از دست بده از بازی حذف میشه. هر قبیله یه غول مخصوص داره که برای آزاد شدن نیاز به 5000 نبرد پوینت داره و بعد از آزاد شدن هر بار استفاده از غول 10000 نبرد پوینت هزینه میخواد. پس آماده باشید تا ببینیم کدوم قبایل دووم میارن، کدوم سقوط میکنن و چه غولهایی پا به میدان میذارن. قبیله عصر حجر، سلطانشون که سلطان کله سنگ. شعارشون رو من نمیدونم چون زبونشون مال ما قبل تاریخ من چه. خب این یه داغون بدبخت اولین سربازشونه. سرباز دوم یه خورده آپدیت تر اونه، سپر. نفر بعد اینه که نیزه داره، اگه لاگ نکنه همین میاد سراغ. نفر بعد این سنگ انداز بیچاره فلک زده است. نفر بعد این یارو اسکلتی است. ریا نباشه از خون خود پادشاهشون. این یارو رو میبینین کوه مرام غیرت، قوی ترین سربازشون و اینم قوی ترین نیرو عصر حجر، مامور. و اینم سلطانشونه، سلطان کله سنگ. گریه نکن، گریه نکن، گریه نکن، گریه نکن، گریه نکن. قبیله کشاورزان، سلطانشون که سلطان کلاق بود. شعارشون که خاک حاصلخیز حق ماست، گندم مال ماست. این ستا رو که میبینید اینا جوونای ده هستن، بیکار الاف بیار. خود خدامون قضا که میگن سختگیر نیست بابا. اگه خودش هم از بیخ با این قضایا مخالف بود اصلا آلت جرم من تو نمیداد. اینا هم خواهرای گلی هستن، مهینتاج و شهوش. این ستا هم شنگول و منگول حبه انگول هستن، لات های ده. این غول مرحله آخر کشاورزا محسوب میشه که اتفاقا پادشاهشون هم از همین نژاده. Stop acting like you know the way ahead, like you know the rules. There are no rules, man. We're lost. اینم سلطان قبیله کشاورزان، سلطان کلاغپور. قبیله پادشاهی گوگل، شاهشون که کینگ گوگل 85. شعارشون که تا قلعه رو داریم غمی نداریم. این قبیله 3 تا سرباز معمولی داره، نوازنده، شمشیرزن و کمانده. نیروهای بعدیشون یکی پدر روحانیه و یکی شوالیه. Sure thing. وسیله بعدیشون این منجنیقه که خیلی از قبیله ها دنبال این وسیله است. قوی ترین نیروی این قبیله شاهزاده هستن، پسران شاه اصلی. جدی میفرمایی؟ اینایی که ما اینا رو از کجا ما در بالاخره شاه اصلی این قبیله کینگ گوگل 85.
شکلش فرق میکنه. قبیله اسپارتا. پادشاهشون کیه؟ زئوس اول. شعارشون چیه؟ خون، نیزه، صاعقه و افتخار. اولین سربازشون اینه، فقط یه سپر داره. اونا 3 سرباز مهم دارن، 2 نیزه دار و 1 کمانگیر که تو اغلب جنگ ها ازشون استفاده میکنن. این یکی از قوی ترین وسایلشونه که به جای تیر نیزه پرت میکنه. ناموسن؟ این یکی از قوی ترین سربازاشونه، هم سرعت داره و هم قدرت. زئوس قوی ترین نیروشونه و توی جنگ ها رهبریشون میکنه. این هم سلطانشون زئوس اول. We deserve respect. Ted, shut up. Fine. قبیله وایکینگ. رهبرشون کیه؟ ملکه آلفاتور. شعارشون چیه؟ به دریا، به جنگ، به پیروزی. این اولین سربازشونه و با دست خالی به جنگ دشمناش میره. اینم تنها سرباز کماندارشون. این سرباز سپردارشون. من لولم خیلی بالا. میخواید بپرسید سرباز بعدی تبر داره. اونم نه یکی، 2 تا. سرباز بعدی پرواز میکنه و ملکه‌شون هم از همین نژاده. نقطه قوت اونا نسبت به قبیله‌های دیگه همینه. اونا یه لشکر کامل دارن. این غول مرحله آخر و قوی ترین نیروی وایکینگ هاست. و این هم ملکه‌شون آلفاتور. قبیله سامورایی. رهبرشون کیه؟ فرمانروا جمهور. شعارشون چیه؟ سکوت تیغ، فریاد پیروزی. من نوات بدهید. یلا. اونا 3 تا سرباز معمولی دارن، مشت زن، کماندار و استاد شیفو. I don't know. نیروی بعدیشون اسمش نینجاست. اونا یک اژدها هم دارن. من پدر تو دستگاه تیر هستم. پرتاب کنم در اختیار دارن. It was perfect. Perfect. Everything down to the last minute detail. فرمانده اونا در نبرد استاد تیجیونگ هست. رهبر اصلیشون فرمانروا جمونگ. زندگی از همه چی خسته شدم. نمیخوام دیگه سربار کسی باشم. دیگه نمیخوام این لکتیب نگی شدم که باید باکشم. قبیله رنسانس. رهبرشون ناپلئون 4. شعار فکر و تیغ سرنوشت ماست. این 2 سربازهای ضعیفشون هستن. این تنها سرباز کماندارشونه. اونا همچنین یه سرباز تفنگدار، 1 نیزه‌دار و 1 اسب‌سوار دارن. جدی میفرمایید؟ اینایی که ما اینا از کجا ما در آوردیم؟ اونا با ارزش ترین آیتم بازی هم در اختیار دارن، تانک. Women. و
و اینم رهبرشون ناپلئون چهارم. Je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux, je ne veux que ton âme. قبیله دزدان دریایی، رهبرشون کاپیتان جک گنجشک است. شعارشون چیه؟ 7 دریا مال ماست. نه این حقیقت نداره. اینا 3 تا نیروی ضعیف اونا هستن. نیروی بعدیشون اینه، اون از سنگین ترین سلاح گروه استفاده میکنه. Psych! That's the wrong number! اونا همچنین یه توپ جنگی هم در اختیار دارن. I pledge allegiance to the flag of the United States. این با تجربه ترین نیروی اونهاست. من لولم خیلی بالا. میخواید بپرسی زنگ بزنم به مادرم. اینم قوی ترین نیروی قبیله است. و اینم رهبر قبیله کاپیتان جک گنجشکه. قبیله مردگان، رهبرشون جناب جنازه است. شعارشون مرگ آغاز ماست. اینا 3 تا سرباز معمولی اونها هستن، 2 تا اسکلتی و 1 خوناشام. اونا یه آشپز، یه جادوگر و یه منجنیق هم در اختیار دارن. این قوی ترین نیروی اونهاست. و اینم رهبرشون جناب جنازه. قبیله غرب وحشی، رهبرشون کلانتر مسعوده. شعارشون چیه؟ تفنگمون انتخاب میکنه رئیس کیه. این 3 تا سربازای معمولشون هستن، دینامیت ساز، معدنچی و مرد کاکتوسی. اینم کابوی و سرگروهبان. اینم نیروی بعدیشون گلپری. اینم قوی ترین نیروشون کلانتر. اینم رهبرشون کلانتر مسعود. قبیله خدایان، رهبرشون ایزد بزرگ. شعارشون ما هیچ جنگی رو شروع نمی‌کنیم مگر اینکه شما بخواید. عجب گرفتاری شد. 3 نیروی اولشون اینان، یه محافظ، یه جنگجو و یه کماندار. اینم 3 تا سرباز بعدیشون، فیل سوار، دکتر استرنج و تور. عجب خری سواری ما. اینم قوی ترین نیروی گروهشون. و اینم رهبرشون ایزد بزرگ. The Matrix has attacked me. قبیله شیاطین، رهبرشون که ابلیس. شعارشون که ما جنگ را آغاز میکنیم. سه تا نیروی اولشون اینا، 2 تا جنگجو و 1 بیکله. 3 تا نیروی بعدیشون اینا، 1 جنگجو، 1 آتیشی و 1 تلپورت کن. برو بیرون. این قوی ترین نیروی گروهه. و اینم رهبرشون ابلیس. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money.